سلام، به یک برنامه پشت پرده دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم رانت ها و عددهای عجیب و غریبی که در لایحه بودجه سال 97 به دست اومده رو برای شما برای اولین بار رو بکنیم. بعد از اینکه لایحه بودجه سال 97 به مجلس ارائه شد، فایل PDF و کتاب این لایحه بودجه در اختیار عموم قرار گرفت. افراد عادی که این برگاه و این عددها و رقم‌ها رو میبینن خب سر در نمیارن، میگن خب حتما دولت مردا دارن درست تصویب میکنن. اما ما جالبه که توی برنامه بودجه سطرها و ستونهای تکراری زیاد میبینیم. یعنی اومدن برای یه سازمان توی صفحات مختلف یا تو همون صفحه 2 بار ردیف بودجه قرار دادن. یعنی انگار یه پدیده هست به اسم کپی پیست، اومدن کپی پیست کردن و ما امروز میبینیم توی صفحه اول این فایل PDF نوشته شده که برنامه بودجه سال 97 هستش. عین این در اختیار کل نمایندگان مجلس قرار گرفته شده. میبینید که نوشته شده که ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه کشور، لایحه بودجه سال 97 کشور. پیوست شماره 2، درآمدها و واگذاری‌ها و سرمایه‌ای و مالی. صفحه اولش هم صحبتی از امام علی نقد کرده که برنامه‌ریزی درست اقتصادی مال اندک رو افزایش میده و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوون رو نابود میکنه. یه نکته اینجا پیش میاد که اگه شما تا الان برنامه‌ریزی درستی داشتید، ما اینقدر کسری بودجه توی سالهای گذشته نمی آوردیم، پس یه جای کار میلنگه. خب برگردیم به این فایل PDF. اولین سوتی که این وسط در میاد توی صفحه 241 برنامه بودجه ما این سری ستونهای تکراری میبینیم. برای مثال سازمان انرژی اتمی در 2 سطر تکرار شده، یک جا شماره طبقه بندی داره، یک جا شماره طبقه بندی نداره و انگار مثلا دستشون رو گذاشتن رو کپی پیست و این عددا رو کپی کردن، هم برای اون هم برای پایینیش که اصلا مربوط به یک موضوع دیگه هستش و تکراری هستش. و سوال پیش میاد خب اگر این دوتا یک موضوع مبحث هستن چرا توی یه سطر نیاورده شدن؟ یا مثلا توی صفحه 242 پایین صفحه ما میبینیم که سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور دقیقاً عددها، درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی ملی و استانی شبیه هم هستش و انگار مثلا هیچ زحمتی نکشیدن جز اینکه اینجا مثلا یه درآمد اختصاصی ثبت کردن، یا مثلا شاهکارش صفحه 246 هست که سازمان شیلات ایران رو میبینید همین عددا کپی شده، یعنی انگار دستشون گذاشتن رو کپی پیست این ستون‌ها رو نوشتن. یا صفحه 256 باز اینجا سایر درآمدهای دستگاه‌ها و ردیف‌ها رو نوشته، یک عدد 85,000 میلیارد ریالی اینجا ثبت شده. این یکی از شبهاتی هستش که راجع به برنامه بودجه و این سطرهای تکراری همین اول کاری بیرون اومده که چرا یه سری سطرهای تکراری وجود داره و همینجوری کپی پیست کردن و برای خودشون یه سری اصطلاحات قلمبو و سلمبه حسابداری هم به کار میبرن که مثلا انگار ما از پشت کو اومدیم اینا مثلا ریاضیدانن. اگه شما ریاضیدان دقیق بودید، اگه واقعا آدم‌هایی بودید که درست برنامه‌ریزی می‌کردید، ما اینقدر کسری بودجه تو سال‌های مختلف نمی آوردیم و اینقدر تورم توی جامعه صورت نمی‌گرفت. تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت نهم استخراج شده‌اند. آیا می‌دانید در 30 سال پس از انقلاب کدام دولت رکورددار بیشترین کسری بودجه بوده است؟ دولت‌های قبل از سال 60 1% کل کسری بودجه بعد از انقلاب، دولت موسوی 2%، دولت هاشمی 1%. دولت خاتمی 28%. دولت آقای احمدی نژاد 68%. کسری بودجه دولت آقای احمدی نژاد در عرض 4 سال بیش از 2 برابر کسری بودجه تمام دولت‌های پس از انقلاب بوده است. در صورت مسئولین همیشه ادعا دارن که بهترین برنامه بودجه رو در اختیار مردم و لایحه رو بهتر به مجلس ارائه میدن. برای مثال سال 95 در همین رسانه ملی ایران رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که ما ایدئال ترین و بهترین پیش بینی رو برای بودجه سال 96 داریم. بریم ببینیم.
ما پیش بینی میکنیم که برای سال 1396 1085 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی درآمد کسب بکنن و هزینه بکنن. درسته؟ از این رقم 757 هزار میلیارد تومانش رو قرار شرکت‌های دولتی دخل و خرج بکنن. آنچه که برای دولت میمانه، یعنی وزارتخونه‌ها، عمدتاً 371 هزار میلیارد تومان. این پول رو قرار شد که این مقدارش رو ما به دست بیاریم، تحصیل بکنیم و همین مقدارش هم هزینه بکنیم که کسری نداشته باشیم. خب میتونید یعنی همین پیش بینی ها معمولاً به هر حال میشود، ولی خب تحقق ها شاید گاهن. خب ما امسال نزدیک به 96% از بودجه سال گذشته رو پیش بینی میکنیم که بتوانیم تحقق ببخشیم. معقوله، یعنی با همین نرخ تورمی که حدود 7-8% داریم، 10% نمیشه گفت بودجه انبساطی، نمیشه گفت بودجه انقباضی، بودجه متعادلیه که ما میتونیم واقع بینانه و شفاف کاملا مشخص کردیم که از کجا میخوایم پول به دست بیاریم، کجا میخوایم هزینه بکنیم و این هزینه ها برای تحقق چه اهدافیه. خب ببینید، وقتی که دولت بخواد از مجلس تاییدیه و تصویبیه بگیره برای بودجه، همیشه میگه که ما بهترین برنامه رو ارائه دادیم، یعنی از این بهتر نمیشه، ردخور نداره و ایدئال ترین برنامه است. حالا یه 10% هم تولرانس بودجه داریم که اون طبیعیه با توجه به تورم. همین آدم با خنده خیلی ریلکس میاد اعلام کنه، هم که پوله رو میگیرن و میذارن توی خزانه و رانتولابیاشون انجام میدن، 6 ماه بعدش دوباره میان تو همون رسانه ملی میگن آقا به حضرت عباس پول نداریم، یعنی قسم میخورن. آقا اگه شما به قول حضرت علی که توی همون برگه اول نوشتید باید برنامه‌ریزی هم چیز دقیق باشه، خب باید همون اول دقیق برنامه‌ریزی میکنید که کارتون به آیه و قرآن و قسم و این صحبت‌ها نخوره. بریم ببینیم این قسم‌ها رو آدم واقعا اگه بقیه کشورها ببینن که ما اینجوری برای این مسائل داریم قسم میخوریم، به خدا به ما میخندن. شما رو به حضرت عباس دیگه، خدا رو که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم میدیم، به جاری ها اضافه نکنید. شماها به ما میگویید که آقا چرا عمرانی رو انجام نمیدید؟ میدونید چرا انجام نمیدیم؟ 15152 میلیارد تومان، 15000 میلیارد به من میگویید که باید پول نقد ماهای اول سال به کشاورزان زحمتکش بدید که ما دست کشاورزا رو میبوسیم، واقعا هم باید در اختیارشون قرار بدیم. منتها از کجا من بیارم؟ نداریم که بدیم. همین رقمی هم که الان هست، بخشی از اینها رو ما از تسهیلات بانکی استفاده کردیم، سودش هم داریم میدیم که بتونیم پول گندمکار رو بدیم، برای اینکه جاری هامون زیاده. شما رو به حضرت عباس جاریمون رو زیاد نکنید، ما نمیتونیم بدیم. چون همون کسی بود که میگفت ما با 10% تولرانس همه چیمون عالیه، تو سال 96 داره اصلا حضرت عباس میخوره. خب برگردیم به سلطان محمود احمدی نژاد، کسی که واقعا اسطوره معاملات و معادلات هستند. ببینیم که سخن ایشون راجع به بودجه چی هستش و اصلا نظر ایشون توی سالهای گذشته چی بوده. به هر حال دولت روحانی الان تقریبا داره از سال 92 در کرسی قدرت هستش، تقریبا 4-5 ساله و اگر واقعا این تجربه ها رو در گذشته داشته باشه نباید اینطوری مسئولینش قسم بخورن. ببینیم صحبت های احمدی نژاد رو، ببینیم که ایشون چی میگن راجع به وضعیت بودجه کشور. خبری نیست، اتفاقی نیفتاده. باید جوری عمل کنیم همه ما، از بنده تا شماها، که در عمل و واقعا نماینده عظمت‌های ملت خودمون باشیم، نماینده کرامت‌های ملت خودمون باشیم. من دارم به خودم میگم این ملت از همه چیزش گذشته برای این انقلاب. بعد به خدا این بودجه مصوب سال 91 پس فردا منتشر شد در کشور، والله من باید سرمو بگیرم پایین خجالت بکشم. فعلا نهاد 100 تا کارمند داره، 30 میلیارد تومان بودجهش. اون یکی 500 تا کارمند داره، 500 میلیارد تومان بودجهش، بدون اینکه خدماتی به مردم بده. نه میخواد جاده بسازه، نه راه بسازه، نه مدرسه بسازه، نه فلان بسازه. همجور از خودمون می‌نویسیم دیگه، به خیال بیت المال.
همان از بیت المالی که امیرالمؤمنین با برادرش اونجور رفتار کرد. ما همینطوری بیخیال بنویس و بعدش هم توجیه داریم دیگه. آقا نوشتیم بالاخره تصویب شده دیگه. خیلی باید مراقب باشیم عزیزان، خیلی 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 خیلی. همه اینا ثبته، همه اینا با ما همراهه تا آخر، تا آخر، تا ابد، تا ابدیت با ما همراهه. و مراقب خودمون باشیم. اگه مراقب خودمون بودیم اعمال ما تو جامعه اثر داره. مراقب خودمون نبودیم، قبل از ما خیلی ها آمدن، در همینجا خیلی ها بودن رفتن. که حتی این شوخی هم بکنم ای کاش مجلس همینجا میموند. به خدا اینجا میموند هم صمیمیتر بودن و نزدیکتر بودن. ها رفتن زیر اون هرم 200 میلیارد تومان امسال بودجه گذاشتن برای کار عمرانی مجلس. 3 دقیقه 200 میلیارد تومان های سودانی برای عمرانی مجلس. خدا بده برکت. 135 میلیارد هم گذاشتن واسه دفاتر نماینده ها، دفعه 450 میلیون تومان. خدا به داد هممون برسه. السلام علیکم و رحمت الله. اون آقای احمدی نژادی هستن که اینجور دارن از بودجه سال 91 انتقاد میکنن و در دولت آقای احمدی نژاد تصویب شد آقازاده ها با پول ارز دولتی به جای خریدن دارو ماشین های میلیاردی وارد کشور بکنند. یک نمایش تمام عیار، از مازراتی تا پورش، از تویوتا تا سری های بنز و از بی ام و لکسوس تا هیوندا. این داستانیه که این روزها در خیابان‌های تهران زیاد دیده میشه. ماجرا دیگه مثل گذشته فقط مربوط به فرشته و فرمانیه و الهیه هم نیست، بلکه خودروهای لوکس چندین میلیارد تومانی همه خیابون‌های تهران رو تصرف کردن. خودروهایی که در دولت نهم و دهم وارداتشون به لبه تیز شمشیر انتقاد منتقدان دولت تبدیل شد. واردات خودروی لوکس با ارز مرجع، اون هم ارزی که برای دارو باید صرف میشد. خلاصه اون روزها آمار واردات خودروهای لوکس هم جذاب بود و هم پر انتقاد. آمارها از این میگه که در طول 5 سال، یعنی از سال 1388 تا 93، نزدیک به 100,000 خودروی لوکس، اون هم با ارز ارزون قیمت وارد شد. اما قصه در دولت 11 گویی ادامه داره. در نیمه اول سال 93 چیزی در حدود 35,000 خودروی لوکس به کشور وارد شد. موضوعی که سخنگوی دولت در واکنش به اون اعلام کرد که مصوبه ورود خودروها مربوط به این دولت نیست. در این بین دولت بر این باوره که با ممنوعیت واردات خودروی لوکس 2500 سی سی جلوی واردات خودروهای چند میلیاردی رو گرفته. اما خیلی ها از این میگن که خودروهای لوکس وارداتی زیر 2500 سی سی هم کم نیستن. این در حالیه که نعمتزاده وزیر صنعت دولت یکباره درباره این موضوع از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت. ایشون در این جلسه سوال باز به این ممنوعیت تصویب شده از سوی دولت اشاره کرد. در سوی مقابل آمارهای گمرک از این میگه که در 9 ماه ابتدایی سال نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش 61% رشد داشته. در 9 ماه نخست سال 94 بالغ بر 72,000 خودروی سواری به ارزش 1,250,000 دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از لحاظ عددی افزایش جدی داشته، چرا که این رقم در سال گذشته 928 میلیون دلار بوده. حتی ماجرا اونقدر برای کمپانی‌های این خودروها جدی شده که بسیاری از اونها برای ارائه خدمات پس از فروش و حضور تو ایران خودشون رو آماده میکنن. حضوری که نشون از امید اونها به افزایش واردات این خودروها به ایران را میده. این در حالیه که در چندین سال گذشته برخی جامعه شناسان به این مسئله اشاره کردند که یکی از نمادهای شکاف طبقاتی این خودروهای رویایی هستند. شکافی که میتونه در طول چند سال به اختلافات جدی اجتماعی میان قشرهای مختلف منجر بشه.
در این بین حتی برخی استانداران مناطق آزاد هم به این ماجرا پیوستند، طوری که یکی از استانداران شهرهای مرزی به این اشاره کرده که من خودم 2 جیپ آمریکایی خریدم و هیچ مشکلی برای تردد وجود نداره، پس برای خرید اونها اقدام کنید. حالا قصه واردات خودرو گویی مثل خیلی ماجراهای دیگه قصد توقف نداره. لاکچری‌هایی که در دولت 10 می اومدن دل از خیابون‌های تهران در دولت 11 نمی‌کنن. هر روز با مدلی جدیدتر، هر روز گرون قیمت‌تر و هر روز برای باقی اقشار جامعه حسرت آورتر. من این گزارش رو برای شما پخش کردم به خاطر این بودش که ربط به موضوع بودجه داره. دولت اومده در بودجه سال 97 40% از یارانه بگیرها رو حذف کرده و گفته که اینها جزء اقشار پردرآمد جامعه هستند. اما داره تو مناطق آزاد و شهرهای مرزی یه سری رانت و لابی صورت میگیره. یه سری آقازاده از تهران بلند میشن میان داخل شهرهای مرزی. من خودم چون خوزستان بودم، کرمانشاه بودم، حداقل در این 2 استان مسلطم و میدونم که این اتفاق داره 100% میفته و شاید هم بیشتر در استان بوشهر. میان این روستایی‌های بدبختی که سهمیه دارن طبق قانون دولت، مرزنشین ها میتونن خودرو و 50% تخفیف وارد کشور بکنن و ازش استفاده بکنن. میان پول میدن به این خانواده های مرزنشین ها و بهشون میگن که شما برید این ماشین رو بخرید بیارید و ما اون رو از شما میخریم. یه نوع رانت و لابی این میشه. بعد دولت میاد توی بودجه سال 97 میاد میگه که خب 40% از این افراد باید حذف بشن. بعد اتفاقات تلخ و اشتباهات فاحش سال 95 پیش میاد که اون افرادی که اون آقازاده ها رفتن بهشون پول دادن که ماشین بخرن، خب سند ماشین یک بار به اسمشون ثبت شده، توی سیستم موندن و اون بدبختای روستایی یارانشون حذف میشه. و صدا و سیمای ایران هم به این قضیه اشاره میکنه، میگه که یه سری از این روستایی‌ها 4-5 تا ماشین داشتن، اما اشاره نمیکنه که اینها این ماشینا رو از کجا آوردن، به خاطر اینکه منافع دولت به خطر میفته و این قضیه باز نمیشه که این آقازاده‌ها دارن از این روستایی‌ها سوء استفاده میکنن و این کسایی هم که توی برنامه بودجه نشستن و سطرهای تکراری کپی میکنن این قضیه رو فکر نمیکنن یا دوست ندارن فکر کنن. یارانه‌ای که قرار بود زمانی چراغ روشن کم درآمدها بشه، انگار این چراغ روشن برای بعضی از اقشار کم درآمد به سوسو کردن افتاده. گرچه وزیر رفاه معتقده اگر قطع یارانه‌ای اتفاق افتاده حاصل یک اشتباه محاسباتی بوده. برخی خطا بوده، مثلا در یک مورد کارگری بوده مال حاشیه خلیج فارس بوده، چند تا ماشین به اسمش بوده. اینجور اتفاقا ممکنه افتاده باشه و خب چند سفر خارجی داشته، چند تا ماشین به اسمش بوده. آقای ربیعی در حالی از اشتباهات محاسباتی در حذف یارانه برخی افراد صحبت میکنه که سخنگوی دولت معتقده که هنوز آیین‌نامه اجرایی برای حذف یارانه ها در دولت تصویب نشده. بحث اینه که بالاخره قانونه دیگه، اینو باید دولت اجرا بکنه. این هنوز آیین‌نامه اجرایش تصویب نشد که بگیم چطور میخواد اجرایی بشه. تعداد معدودی که وزارت تعاون اطمینان داشت که اینها از یک تمکن مالی برخوردارن به صورت خیلی جزئی و محدود و به زعم خودش آزمایشی انجام داد. انتشار خبر حذف یارانه یک سری از افراد کارگر و نیازمند با واکنش مجلسی ها هم مواجه شد. اقدام به قطع یارانه تعدادی رو کرده که حتی اینها در روستاها زندگی میکنن و درآمد بسیار ناچیزی دارن یا حتی گاهی فاقد درآمد هستن. این در واقع آسیب میزنه به وضعیت موجود مردم. دولت که قرار بود یارانه دهک‌های بالای جامعه رو یعنی پردرآمدا رو قطع کنه، هیچ اونا رو قطع نکرده، اومده یک بخش دیگه از جامعه‌ای که اینا نیازمند بودن داره قطع میکنه. دیدید که خودشون اومدن توی رسانه ملی اعلام کردن که آره یه سری اشتباهات در شهرهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته و این افراد 3-4 تا ماشین داشتن و 3-4 بار خارج از کشور رفتن، اما یارانه‌شون که قطع شده اشتباه بوده. خب یه سوال اینجا پیش میاد، یا اینا واقعا جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند و اشتباه صورت گرفته، پس چجور این افراد 3-4 تا ماشین داشتن و 3-4 بار رفتن خارج از کشور اگه جزء اقشار کم درآمد جامعه؟ اگر اشتباه صورت گرفته خب بیاد پشت پرده قضیه رو بگید که یه سری آقازاده‌ها پولشویی کردن و مالیات و عوارض کشور رو دور زدن و به اینا پول دادن، گفتن برید با توجه به سهمیه مرزنشینی که دارید ماشین لوکس
از خارج از کشور بیارید داخل و به ما بفروشید که خیلی راحت بتونیم قانون و قوانین کشور رو با توجه به اینکه آقازاده ایم دور بزنیم. بعد میان میگن که اشتباه صورت گرفت و یارانه خیلی از این اقشار کم درآمد سال 94 حذف میشه. بعد انتخابات ریاست جمهوری میاد وسط و کاندیدا خود طبیعتاً بعدشون نمیاد این وسط دست همدیگر رو بکنن، میگن که دولت آقای روحانی یارانه بگیرهایی که جز اقشار کم درآمد و روستایی هستن داره حذف میکنه. آقای روحانی میگه که نه اینا حاشیه ستاد انتخاباتی رقیبه. خب خودتون توی رسانه ملی اعلام کردید حذف کردید، کسی دیگه ای نگفته که. مثل اینکه این حافظه تاریخیتون داره از دست میره. دوستانی که سمت دارید بریم این ویدیوهای روحانی ببینیم. یک شایعاتی انجام گرفته در بخشی از روستاها از طریق ستادهای رقیب که دولت 12 میخواد یارانه رو قطع بکنه. یه همچون چیزی اصلا مطرح نیست. یارانه به هیچ عنوان قطع نمیشه. شرایط فعلی یارانه ادامه پیدا میکنه. واقعا آدم همیشه این صحبت‌ها رو که می‌بینه یاد دولت مردای قدیم میفته و همیشه ما میگیم که آقای احمدی نژاد آمارها و ارقام‌ها رو اشتباه می‌دادن، اما آقای روحانی در انتخابات سال 96 در سخنرانی‌ها و نطق‌های خودشون همیشه میگفتن که یارانه قرار نیست حذف بشه، اما تو بودجه سال 97 مشخص میشه که 40% از یارانه بگیرها قرار از لیست حذف بشن. نکته اینجا وجود داره که تا این لحظه یا شما به 40% از جامعه حال دادید و گفتید که آقا نوش جونتون یارانه بگیرید، یا تا این لحظه ستاد هدفمندی یارانه های شما اشتباه کردن و به 40% از جامعه پول پرداخت کردن. پس تا الان کجا بودن این همه بودجه میگرفتن ستاد هدفمندی یارانه ها؟ این بود که 40% از جامعه رو لاپوشیگونی بکنن و نبینن. و نکته بعدی هم که شما گفتید که این قضیه نباید تغییری بکنه و دست نخورده میمونه و همه جامعه یارانه میگیرن. اما نکته بعدی این که کشوری که نتونه ارزآوری بکنه، کشوری که نتونه تولید ثروت بکنه، خب از جامعه که سطح درآمدیشون پایین هستش پول میگیره دیگه. از اقشار پردرآمد که خوشبختانه تو ایران لابی دارن نمیتونه پول بگیره، از کم درآمدا پول میگیره. بعد میاد عوارض خروج از کشور رو 3 برابر میکنه، 4 برابر میکنه. چرا؟ چون کشوری که نتونه از ورود توریست به کشور تولید ثروت بکنه، از خروج توریست تولید ثروت میکنه. چیزی که ما در تمام کشورهای دنیا عکس اون رو میبینیم. بعد رئیس سازمان برنامه‌ریزی میگه خب این یک روال معمول توی تمام کشورهاست. پس اروپایی که 28 کشورش عضو شنگنن و 1 سنت بابت عوارض ورودی و خروجی نمیدن، درآمدشون از کجاست؟ این هم جاذبه‌های گردشگری وجود داره و سالانه این همه آدم به حوزه شنگن سفر میکنند. بریم صحبت‌های رئیس سازمان برنامه‌ریزی راجع به این 3 برابر شدن عوارض خروج رو ببینیم، برگردیم صحبت‌های عجیب و غریب براتون داریم. دکتر نوبخت، این توی این لایحه عوارض خروج از کشور یهویی شده 220,000 تومان. چیه قضیهش؟ مردم سفر نرن برن چرا دیگه بالاخره دارندگی برازندگی هست و با توجه به این که خب التفات دارید الان ما زمینه بزرگی برای گردشگری در داخل کشورمون داریم. همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت‌های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خداشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی میکنیم. خب این یعنی مستاق پول زور گرفتن دیگه. یعنی ما پولو انقدر زیاد میکنیم، عوارض انقدر زیاد میکنیم که نرید. بعد تو دل خودشون میگن که طرف که 10-20 میلیون تومان داره بره سفرهای خارجی، خب براش 100,000 تومان 200,000 تومان پولی نیست دیگه، سر گردنه هم هست میگیریم. بعد نکته دیگه که در صحبتاشون بود گفتن که کشور خداشون یعنی چی؟ یعنی خونه خدا اونجا وجود داره یا من نفهمیدم. یه بار دیگه این تیکر رو گوش بدید. تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خداشون هم میتونن کمک بکنن. کشور خداشون نمیدونیم، حتما منظورشون عربستانه دیگه، نمیدونیم. ولی خب بگذاریم. باران کوثری توی زمان انتخابات 96 بود، توی سالن اینجوری حنجرش رو
میبرد بالا و میگفت آقای روحانی ما به شما رأی میدیم، اومد یه پست گذاشت گفت آقای روحانی این چه وضعشه، چرا عوارض خروج از کشور رو شما داری زیاد میکنی و پشیمونیم و چه این و چنان. واقعا حزب باد بودن هم خودش داستانی داره. خب خواهر من، شما که یک سلبریتی و یک شخصی هستی که توی جامعه خیلی یا طرفدار شما هستن، خب اون موقع تحقیق میکردی که اگر میخوای به شخصی رأی بدی بعدش پشیمون نشی. در دولت قبلش ممنوع الکار شدم چون نقد کرده بودم. حرفای ما رو شنیدید و با امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواستهامون میرسیم. کسانی هستن که من جدا از دلایل شخصیم به دلیل رأی اونها به شما رأی میدم. دلم میخواد اونها رو اسم ببرم. بهاره هدایت و امثال اون که 7 سال از بهترین سالهای جوونیشون رو به جرم سوالی که سوال همه ما بود در زندان گذروندن. به احترام مصطفی تاجزاده و فخری محتشمی پور که این سو و اون سوی دیوار حبس نه غرغر کردن، نه قهر کردن، نه تحریم کردن، فقط قوی تر شدن و به انتخابات ما رو هم دعوت کردن. من به احترام اونها رأی میدم. به احترام سید محمد خاتمی که شرفش و اعتبارش دیگه فقط سرمایه خودش نیست، سرمایه ما، سرمایه اصلاحات، سرمایه تغییر برای ایران و پشتوانه آینده ماست. و به احترام بانو پروین فهیمی، مادر شهید سهراب عرابی که اونهایی که دستشون آغشته است به خون جگرگوشش با وقاحت بگه معذرت خواهی ساده بسنده کردن و با سر بلند کنار بقیه نامزدا راه میرن. درسته که ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم، اما این بار در همین اردیبهشت کارو یکسره میکنیم. بله، باید این صحبت‌های خانم باران کوثری رو بذاریم کنار این آخرین پستشون در این اینستاگرام و بگیم که نمیدونیم باید قسم حضرت عباس ایشون رو باور بکنیم یا دم خروس این پستی که در این اینستاگرام گذاشتن و انتقادی که کردند و از این صحبت‌ها که واقعا جای سوال داره. اما بندهای دیگه‌ای هم در بودجه سال 97 بهش اختصاص داده شده بغیر از این عوارض خروج 3 برابری که حاشیه‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد، مثل بودجه 7 میلیاردی کتابخانه آیت الله مرعشی که خود آیت الله مرعشی ما یک ویدیوی نایاب و کمیاب از ایشون پیدا کردیم که خودشون میگن که مؤسسه‌شون عامل منفعه است، با هزینه خودشون بوده و هنوز هم داره فعالیت میکنه. من نمیدونم که این بودجه 7 میلیاردی برای چی به این کتابخونه اختصاص داده شده. بریم صحبت‌های خود آیت الله مرعشی که فوت کردن رو هم ببینیم برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتابخانه مبارکه و مؤسسه عام المنفعه که تقریباً یگانه کتابخانه است از حیث اشتمالش بر کتب متنوعه در علوم مختلفه اسلامی و غیر اسلامی، خدا شاهد است که چه زحماتی و چه رنج‌های فراوانی کشیده شده در تأسیس این کتابخانه و این مؤسسه. و البته خاطر شریف آقایان مستحضر است که از مؤسسات بسیار عام المنفعه دنیا کتابخانه هاست، روح پرور است، انسان پرور است، مهذب اخلاق بشر، مقوی کمالات بشر است، اصلاح میکند عقاید بشر را. لذا حقیقی از همون عنفوان جوانی اهتمام زیادی داشتم که این مؤسسات را تا بتوانم زیاد کنم. حالا سوال اینجا پیش میاد که 7 میلیارد تومان بودجه برای این مؤسسه عام المنفعه میخواد صرف چه هزینه بشه؟ کتابخونه میخوان بزنن که داره، کتاباشو میخوان تجدید مجدد بکنن که کردن، قشنگ نمیان توضیح بدن که ریز این 7 میلیارد تومان کجا میخواد هزینه بشه. حالا غیر از اون اومدن اعلام کردن که 15 میلیارد تومان برای فرهنگستان هنر. بازم افرادی که تو فرهنگستان هنرن میگن که نه ما
تولیدی انجام میدیم، نه حمایت میکنیم از کسی، فقط ما پیشنهاد میدیم. بعد 15 میلیارد تومان بودجه تصویب شده برای اینکه بخوان تو فرهنگستان هنر پیشنهاد بدن. ببینیم اینو. کار فرهنگستان هنر به خصوص کمیته تئاتر پیشنهاده، نباید در واقع این اشتباه بشه. فرهنگستان کارش نه تولیده، نه در واقع حمایت از نیروهای متخصص این امر هست. یک مجموعه از آدم‌های متخصص دور هم دیگه جمع شدن، بیشتر اینها به معضلات تئاتر و کجروی‌های تئاتر فکر میکنن و اونجاهایی که فکر میکنن که لازم هست پیشنهادی بدن پیشنهاد میدن و در مجموع یک نهاد در واقع بسیار جوانی است. این رقم‌های عجیب و غریب زیاد داریم در بودجه سال 97 که بوده در طول این سال‌ها. حالا ما استثناً امسال رو بررسی داریم می‌کنیم، سال قبل هم حالا در میاریم ببینیم قضیهشون چی بوده. اما مثلا 43 میلیارد تومان به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که رئیسش آقای حداد عادل اختصاص دادن، که جالب خود آقای حداد عادل تو سال 96 در سایت باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ 25 اردیبهشت 96 اعلام میکنه که 34,000 واژه در فرهنگ و زبان ادبیات فارسی معادل سازی شده. اما همین آقا دقیقا تو همین خبرگزاری در سال 1395 یعنی یک سال قبلش میگه 50,000 واژه معادل سازی شده. مگه میشه عرض یک سال 16,000 واژه از ابتدا تا کنون کم بشه؟ معمولا سال به سال باید این عدده بره بالاتر. پس نشون میده که داره در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم شفافیت آماری صورت نمیگیره و فقط میگن ما یه سری عددها رو اومدیم، یه سری ارقام‌ها رو، یه سری حرف‌ها و یه سری واژه‌ها رو تغییر دادیم به زبان فارسی که مردم هم 100 سال از این واژه استفاده نمی‌کنن. مثل هلیکوپتر که واژگان زبان و ادبیات فارسی اومده برگردونده اینا به اسم چرخپال. مثلا شما برید به کسی بگید چرخپال بهتون میخنده، ولی بهش بگید هلیکوپتر میفهمه. خلاصه از این نوع بودجه‌های عجیب و غریب داره در سال 97 خیلی تابلو تصویب میشه. برنامه اینترنتی پشت پرده. این تازه جزئی از بودجه چندین هزار میلیاردی سال 97 بوده که ما بررسی کردیم. اگه بخوایم بند بند این قضایا رو در بریم قشنگ متوجه میشید که چه پولهایی داره این وسط جابجا میشه و هیچ کسی هم نمیاد شفاف سازی بکنه. رسانه‌های داخل ایران که عمرن چون منابع و منافع خودشون در خطر میفته. رسانه‌های خارج از کشور هم خب تکلیفشون مشخصه، بعضیاشون با همون توی ایران در ارتباطن و نمیتونن حرفی بزنن. افرادی هم که میان انتقاد میکنن سریع تو نطفه خفه میکنن، میگن آقا نگید نه، یا میان با انقدر واژه‌های تخصصی استفاده میکنن که طرفی که میشه اونجا هنگ میکنه، اصلا نمیفهمه یارو داره چی میگه. خیلی واضح و شفاف هیچ وقت برای مردم باز نمیکنن که این بودجه چه جوری باید خرج بشه. مگه همین مردم به شما رأی ندادن؟ مگه همین مردم نماینده‌های مجلس رو به مجلس نبردن که این بودجه رو تصویب بکنن؟ خود نماینده‌ها برای من مثال بزنید، بیارید که توی یه شهری یه جلسه‌ای بزنن برای مردم، از مردم نظرخواهی بکنن راجع به بودجه، بگن آقا بیاد به ما بگید که ما بریم توی مجلس تصویب بکنیم. انحصار طلبی و این چیزا توی مجلس وجود داره. نماینده به فکر جیب خودشه، به فکر مردمه. و اگه ادعا می‌کنید به فکر مردمید، عکس و فیلم برای من بفرستید از جلساتی که گرفتید و از مردم نظرخواهی کردید راجع به بودجه‌های سال گذشته‌تون، سال 95 سال 94. نمی‌کنید دیگه، میرید اونجا خودتون با 4 تا مشاور خودتون ببینید که کدوم بودجه به نفع منافع خودتونه، همونو تصویب می‌کنید. فکر مردم نیستید که. در صورت مرسی از اینکه این برنامه رو دنبال کردید. برنامه پشت پرده رو به اشتراک بذارید، کانال ما رو دنبال بکنید تا ما بتونیم هرچه قوی‌تر، محکم‌تر با شما باشیم. رسالت ما صداقت، به دور از هر جناحی ما فقط مستقیم را نگاه میکنیم، نه راست نه چپ، نه وصل شدن به هیچ بنگاه قدرت و ثروت. این شعار ماست و همیشه به اون پایبندیم. موفق باشید. پشت پرده.